مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده به ماجرای دعوای جنجالی و عجیب و غریب امیر تتلو یا همون امیر حسین مقصودلو با خانم سحر قریشی صحبت بکنیم که حسابی فضای مجازی رو در طول 24 ساعت گذشته به هم ریخت. یه عده هاج و واج مونده بودن چون دنبال نمی‌کردن پیج امیر تتلو رو و چون دنبال نمی‌کردن پیج سحر قریشی رو و تک و توک یه سری از رسانه‌ها به صورت گزینشی حاشیه‌های این دو نفر رو پوشش میدادن. به حال امیر تتلو هیچ گونه فعالیتی در اینستاگرام و تلگرام نداره، هیچ کانال تلگرامی و هیچ پیج اینستاگرامی نداره. تمامی این صفحات فیک هستش و فقط در کانال یوتیوبی خودش که کانال امیر تتلو هستش فعالیت میکنه. تو قسمت کامنت ها نکات مختلف رو مینویسه و بعضا پاک میکنه و حالا این دعواش با سحر قریشی هم این اتفاق و رقم زده بود. خیلی در فضای مجازی سر و صدا کرد. یه دم جا موندن از خبر که آقا دعوای سحر قریشی و امیر حسین مقصودلو همون تتلو چی بود. یه سری نکات هم توی این دعوای بیرون اومد که جواب یه سری از سوالاتی بود که خیلی از دوستان در ذهنشون بود. حالا نکات رو هم به شما میگم، اما بر کسی پوشیده نیست که من واقعا خودم شخصا نه در فضای مدیاییمون، در فضای پشت پرده، من امیر تتلو رو دوست دارم. نه به خاطر کاراکترش، به خاطر شخصیتی که به موسیقی داده و به خاطر زحماتی که کشیده و به خاطر نامردی هایی که در حقش شد. یعنی اگر ما یه شخصی روی سرمایه در نظر بگیریم، امیر تتلو در حوزه موسیقی و هنر برای مقامات ایران و برای مسئولین ایران مثل یک چاه نفتی بود که از دستش دادن، به خاطر اینکه با برگزاری کنسرت‌های این آدم، با سرمایه‌گذاری روی این آدم و اون خیلی عظیمی از تماشاگرانی که این شخص داشت و به خاطر کنسرت‌هایی که این شخص میتونست بذاره و کسب درآمد بکنه برای ایران، با کنسرت‌هایی که میتونست در شهرهای مختلف بذاره، بی تردید و بی شک اینو میتونم بهتون قول بدم که 90% خواننده‌های تو ایران هم وقتی من باشون صحبت میکنم، مجاز یا غیر مجاز، به این قضیه اعتراف میکنن که امیر تتلو 10 پله از بقیه رقبا بالاتر هستش در سبک خودش. یه مدت اومده بودن امیر تتلو با استاد شجریان مقایسه کردن، در صورتی که این یک مثال معروف فارغ است. شما نمیتونید یک موبایل رو با ماشین مقایسه بکنید. مثلا کارایی‌هاشون، کاراکترهاشون با هم دیگه فرق میکنه. درسته هر دو ابزار، اگر اون ماشین الکترونیکی باشه، هر دو تا ابزار الکترونیکی هستن، در شاخه الکترونیک میتونن قرار بگیرن و در شاخه پیشرفت علم میتونن قرار بگیرن، اما هیچ وقت نمیتونید این دو قضیه رو با هم دیگه مقایسه بکنید. و بارها ما توی خبرگزاری و حتی توی روزنامه‌های ایران هم نسبت به این قضیه گفتم. همه اینا رو گفتم که به یک نتیجه برسم، اینکه امیر تتلو اصولاً آدم باهوشیه. اینکه شما توی رسانه ها من میبینم که میگن امیر تتلو یک آدم دو قطبیه، شخصیت و کاراکترش دست خودش نیست، یه روز بالا یه روز پایینه، نمیدونم. میگن که آره امیر تتلو نمیدونم رو مواد، رو آقا جان من، یه آدمی که دو قطبی باشه، یه آدمی که باهوش نباشه، یه آدمی که رو فاز مواد باشه، صحبتایی که بقیه میکنن، نمیتونه اینقدر آهنگ مگاییت بده بیرون. نمیتونه 15 سال توی اوج اخبار و در صدر اخبار قرار بگیره. چرا بقیه خواننده هایی که خودشونو پروفسور و دانشمند و باهوش میدونن نتونستن جای امیر تتلو بشن؟ چرا هر آهنگی که امیر تتلو میده بیرون مگاهیت میشه؟ آقا سوالات اینا چرا دیگه؟ چرا بقیه خواننده ها نمیتونن مثل امیر تتلو مگاهیت بشن؟ چرا امیر تتلو میتونه آهنگی رو تولید بکنه بالای 23-4 دقیقه و شما از دقیقه 1 آ تا زد تا دقیقه 23 تا دقیقه 22 تا دقیقه 21 اون آهنگو گوش میدید؟ برید نگاه بکنید رکوردهای امیر تتلو رو. خب اینها هنر امیر تتلوه. اگر اینا رو نمیبینید، نه امیر تتلو فحش داد، امیر تتلو نمیدونم توهین کرده، فلان کرد، شما نمیتونید هوش امیر تتلو رو دست کم بگیرید. همه اینها با هوش میاد. اگر کسی دیگه هوش این امیر تتلو رو داره بفرمایید. همه اینا از شجاعت این آدم میاد. به هر حال شما وقتی میخواد یه کاری رو انجام بدید، آدم شجاعی هم باید باشید. میگفتم واسه یه مدت میگفتم واسه فالوور، الان که دیگه پیج میج هم قربونش برم نداره. واسه معروفیت، وقتی یه آدمی نتونه از معروفیت خودش استفاده بکنه، این حرفیه که من از بیرون دارم میبینم.
داشتم با دو سه تا از نزدیکان امیر تتلو چند روز پیش صحبت میکردم، گفتم من نمیتونم جای امیر تتلو باشم. ماهاست مثلا توی خونه میبونه، یه دونه فقط آتیش روشن میکنه، دور یه دونه حیاتی که یه استخره میدوه، میره تو استودیو آهنگ ضبط میکنه میاد. از اون 4 دیواری خونش نمیاد بیرون. یه بار اومد بیرون رفت پارتی همونجا با سحر قریشی رل زد. کلا نباید بره بیرون، یه رل میزنه میاد تو. میخوام به این نکته برسم که اگه امیر تتلو یه دعوایی هم با سحر قریشی میکنه که میگه خانومم، حاج خانومم، شما شک نکنید که پشت این دعوا حتما یه دلیلی وجود داره. چون من کاراکتر امیر تتلو رو میشناسم، میگم اینو از نزدیک میشناسمش، باشم در تماسم و تا جایی که بتونم ازش انتقاد میکنم، ولی علمشو در حوزه موسیقی که تونسته اینقدر آهنگ مگاهیت بده بیرون، نه علمی که بخوام بگیم آکادمیک، چون به هر حال چون وقتی کاری هم تجربه به دست بیاری میشه آکادمیک دیگه، میتونی بهش برسی و یه علم جدیدی رو نسبت بهش صحبت کنی. اما دعواشون از اینجایی شروع میشه که گویا سحر قریشی با یه سری از همکارهای آقای خودش در سینما ایران ارتباط داشته، حالا توی اینستاگرام و توی تلگرام و توی واتساپ باشون ارتباط داشته، جوابشون رو میداده، جواب مسیجاشون رو میداده، جواب دایرکتاشون رو میداده و بعضا مثلا فلان شخص آقای سینمای ایران که مثلا مشکلات مالی داشته، یک سری مشکلات داشته، یا مثلا میگفته که اگر میشه مثلا فیلم منو یا تئاتر منو تبلیغ بکن، که دعوا آخرشون هم سر تبلیغ یکی از این موضوعات بوده، میاد و استوری میذاره و امیر تتلو میگه آقا چرا داری دلسوزی میکنی برای این افراد، کسانی که توی بدنه سینما ایران به تو آسیب زدن، کسانی که توی بدنه سینما ایران تو رو مورد آزار و اذیت قرار دادن، چرا داری بازم ازشون حمایت میکنی؟ اگر تو جواب آقا رو بدی، منم حق دارم برم جواب خانم ها رو بدم. هرچند به نظر من امیر تتلو با یک سیاست خاصی اومد این دعواشو رسانه‌ای کرد که به طرفدارای خودش نشون بده که آقا روز زن خودتون تعصب داشته باشید، غیرت داشته باشید. حتی بارها هم اشاره کرده بوده و گفته بوده که آقا من حجاب زنم رو روش غیرت دارم و انتخاب برای خودش گذاشتم. اگه میخوای حجاب داشته باشی کامل بذار، نمیخواد روسریتو، چون بارها هم گفته بوده بعضی حجاب میذارن اصلا روسری تا نصفه میدن بیرون، چاک سینه رو میندازن بیرون، نمیدونم مانتوشون تنگه فلان بیسانه. یا اگه میخوای حجاب بذاری حجاب درست حسابی بذار، اگه هم نمیخوای بذاری بسم الله. منم از مادر و خواهر خودم شروع کردم و اومد گفتش که حتی توی کنسرت من اومدم 2 ردیف توی کنسرت رو بادیگارد گذاشتم که کسی نزدیک شما نشه و مورد احترام قرار باشید و مورد احترام قرار بگیرید و کسی نباید شماره تلفن زن منو داشته باشه یا زن من در ارتباط باشه. اگر اینطوری باشه منم میرم جواب دخترا رو میدم، جواب اون نیو فیس ها جمله معروف خودش رو میدم و اگه قرار باشه که تو اونوری باشی منم اینوری میرم جواب اینا رو میدم. حتی من شنیده بودم از نزدیکان امیر تتلو که حتی امیر تتلو انقدر به سحر قریشی احترام میذاره که حتی مثلا سحر قریشی میگه که اگر فلان شخص، حالا من چیز شنیدم امیدوارم خودشم تایید بکنه، مثلا فلان شخص دختر وقتی میاد تو خونه، امیر تتلو به احترام سحر قریشی بعضی وقتا نمیره مثلا پایین یا نگاه نمیکنه تو صورت اون دختره، چون میگه ممکنه زنم بعدش بیاد یا ناراحت بشه. ولی میگه که وقتی تویی که میای میگی که توی سینمای ایران مورد اذیت و مورد آسیب قرار گرفتی، خب چرا داری باز دوباره برمیگردی به همون آدم‌های سینما؟ و یه نکته‌ای هم که هستش گفتم میگه توی این دعوا بهش برخوردیم این بوده که گفته بود که روز اول وقتی که سحر قریشی اومد پیش من گفتش که من از سینما و آدماش بیزارم و دیگه نمیخوام کار کنم توی سینمای ایران. و خب این نکته نشون میده که گویا سحر قریشی برای همیشه از سینمای ایران و از ایران گویا خداحافظی کرده و تصمیم خودش رو به صورت جدی گرفته طبق این صحبتی که امیر تتلو گفته و بعد از اون هم بهش گفته بود که باید بریم معذرت خواهی بکنی از من و از هواداران من، که اگر دقتم کرده باشید رفت و یه دونه پیام توی کامنت های یوتیوب خودش سحر قریشی گذاشت و از امیر تتلو معذرت خواهی کرد و حالا گفتش که اشتباه کرده بود. بعدش امیر تتلو گفتش که نه، توی یوتیوب که همه فالوورای یوتیوب تو من بهت دادم، یعنی از 100 تا دونه فالوور من کردم 80 90 کا فالوور، برو در پیج اینستاگرامی که برای بازیگرا و برای هنرمندها استوری میذاری برو اونجا از من
معذرت خواهی بکن که این استوری رو میبینید روی تصویر سر قریشی میذاره که میگه که درست عزیزم کاملا حق با شماست، این که من از سینما خداحافظی کردم و نباید دیگه حمایت کردنش برام مهم باشه، هنوز برام جا نیافتاده بود و اینکه دربارش با همسرم مشورت نکردم، اشتباه من بود، اینکه اولویت زندگی من شما هستید و من شما رو ناخواسته ناراحت کردم، هم اشتباه من بود، با تمام وجودم از شما معذرت خواهی میکنم، امیدوارم امیر جانم معذرت خواهی من رو بپذیری. و بعد از اینکه این استوری رو گذاشت امیر تتلو هم پاک کرد موضوعاتی که به سر قریشی ربط داشت و به نظر من این میتونه یه نکته هم داشته باشه. آقا وقتی شما از یه جایی ناراحتی و از یه جای دل میکنی دیگه قرار نیست دوباره برگردی به اونجا. میخوام به شما بگم که هیچ حرکت امیر تتلو به نظر آدم باهوشیه، چون میدونه هر چیزی رو که پست بکنه، هر چیزی رو کامنت بکنه، هر چیزی رو بگه 10 میلیون نفر آدم اسکرین شات میگیرن تو 100 تا پیج و کانال و یوتیوبی و جای مختلف مثل من میذارن. پس مطمئن باشید این آدم هیچ وقت بدون فکر نمیاد یه دونه مطلب رو بنویسه. چرا یه دفعه فکر میکنن که مثلا طرف بدون فکر میاد یه مطلبی رو مینویسه؟ یا چرا فکر مثلا بابا منم پیش اومده فکر میکنن که مثلا من اینجا میشینم جلوی دوربین شروور میگم بابا ما وقتی میایم یه نکته رو میگیم یه بار نوت برداری میکنیم، بعد راجبش فکر میکنیم و بعد این ویدیو رو ضبط میکنیم و به صورت یه ویدیو حالا آفلاین گونه میذاریم تو پیج یوتیوب خودمون. یعنی چی؟ یعنی من وقتی یه ویدیو رو سیو میکنم میذارم تو یوتیوب خودم، یعنی من پای حرفم هستم و میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم، پس براش یه دلیل و منطق دارم. امیر تتلو هم اینطوریه، چون میدونه از این مطالبش 10 میلیون نفر آدم اسکرین شات میگیره. چرا یه عده فکر میکنن که این آدم میفهمه میدونه، یا این آدم نمیفهمه و نمیدونه اونا میفهمن و میدونن، یا برعکسش؟ نه، همه آدما به اندازه خودشون میفهمن. ولی خب این ماجرای دعوای امیر تتلو و سحر قریشی بود که حسابی فضای مجازی رو ریخت به هم و یه جمله معروفی هم هست میگه زن و شوهران دعوا کنن و ابلهان چیا باور کنن. اینم دعوای زن و شوهری بوده که بعدش هم حل شد. ولی خب دیگه خواستم بهتون بگم که این نکات پنهان و پشت پرده هم میتونه یه دونه دعوا داشته باشه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.